الو آقای احمدی؟ بله فرمون. بله سلام، من عاطفه اقبال هستم، از پاریس با شما تماس میگیرم. میدونم که با شنیدن خبر حال مناسبی ندارین، ولی میخواستم اگر ممکنه ملاقاتی که با پسرتون حامد تو زندان داشتید بگید و اینکه آیا به اعتراضای شما به حکم اعدام تا به حال جوابی دادند یا نه؟ هیچ کسی به من جوابی نداده. نه والا. وقتی ملاقات 10 دقیقه ملاقات به من دادن، اون موقع پسرم حالش خوب نبود، اصلا یک جوری بود. خودم هم همین طور. رفتیم دادگاه به من گفت، من زنگ زدم زندان این گفت من برم پالوی قاضی چیشک خودشان اینجا سوال کنن. رفتیم اونجا، هیچ کسی به من جواب نده. حالا دم داریم، هنوز هیچ جوابی نگرفت. خود حامد در ملاقات چیزی پیامی داشت که بده، چیزی میگفت در رابطه با حکم اعدام؟ الو صدات نمیاد؟ صدام الان میاد؟ خوبه؟ الان خوب. بله، میخواستم ببینم آیا حامد در ملاقات به شما حرف دیگه از اعدام، از اینکه چگونگی انتقالش به قرنطینه چیز خاصی نگفتش؟ الان توی این زندان انتقالش هم دادن زندان اوین. الان اوین هستن؟ بله الان زندان اوین هستن. بله، گفتن بیشتر فردا میبرن تن دیگه نمیدونم راست میگن یا نه، ولی خودشان گفتن اینجا به من گفتن اعدام تن میکنید. به شما مشخصا گفتن که اعدام خواهند کرد؟ نه خیر نه والا. نگفتن؟ نه خودشان گفتن. خودش گفت. پسرتون گفت. خود اینها چی میگن؟ دادستانی به شما چی میگه؟ میگه چرا منتقل کردیم به اوین؟ هیچ جوابی به من ندادن. هیچ جوابی ندادن. اصلا محل من نمیذارن هیچی. شما الان جلوی زندان اوین هستین؟ بله نه، جلوی زندان رجایی شهریم، قزل حصار هستید. ببینید آقای احمدی، جرم حامد و این 3 زندانی دیگر رو چی میگن به شما؟ میگن جرمشون چیه؟ والا جرمشون هیچی نیست، فقط عقیدتی هم، هیچی دیگر هیچی. یعنی به جرم سنی بودن میخوان اینها رو اعدام کنن؟ آره والا فقط. آیا دختر کوچیک حامد از این جریانات با خبره؟ اصلا نه والا، اصلا خبری نداره. نه والا. این دیروز گریه میکرد، یه دفعه دیگر آوردیم برای ملاقاتش، اون موقع نمیرفت بغل حمید. گفتیم چرا نمیری؟ نمیرفت. این دفعه آوردیم بغلش کرد، گفتیم مهنا چطور بغلش کردی؟ گفت من توی فیلم دیدم یه زندانی آزاد کردن، دختره رفت پدرش بوسید و بغلش کرد، منم به خاطر این بغلش کردم. یعنی در این آخرین ملاقات بغل کرد پدرشو؟ آره والا بغل کرد و دیگر بگم چی؟ آقای احمدی، شما به عنوان پدر حامد که چه حرفی دارین با کسانی که شما رو میشنون برای نجات جان حامد؟ والا من تقاضم اینه از تمام جامعه بشریت به ما کمک کنن. هیچ کسی به داد من نمیرسه، هیچ کسی جواب من نمیده. 6 سال الان میایم و میریم، هیچ کسی نگفته به ما از کجا آمدی و کجا میری، این نعمت، این کارت، این هیچی به من نگفت. هیچ. من از شما از تابعین شما و از هر کسی در هر قشری، در هر لباسی، در هر زبانی و ما کمک میکنه. خدا اجرش کنه. من امیدوارم که حتما گفتگوی بعدی ما خبر لغو اعدام حامد و دوستانش باشه. آیا خانواده های دیگه من الان دیگه شما این حرف گفتید من گریه میگیرم.
امید داشته باشید. من امیدوارم که این جور باشه. شما خبر لغو اعدام حامد رو و دیگر دوستانش رو به ما بدید و ما همراه شما شادی کنیم. انشاءالله به امید خدا. با تشکر خیلی زیاد از شما. امیدوارم که صبر داشته باشید و خبر لغو اعدام رو بشنوید حتما. انشاءالله من تشکر میکنم شما از همکارای شما و از وابسته شما. هر کسی به من کمک میکنه. ما پیرمرد و پیرزن خدا شاهده دیگر حل نداریم. از دیروز تا حالا هیچیم نخوردیم. کاملا. یه بچه بچگی داری مگهش کرده بود میگفت یه دختره پدرش آزاد شد. من بخاطر این بغل کردم پدر. انشالله پدرم آزاد بشه. حتما شاید که قلب کوچیک دخترتون این آزادی رو به ارمغان بیاره. انشالله من امید دارم انشالله که آزاد میشن. تشکر میکنم خانم. خواهش میکنم. پس من با شما در تماس هستم. خواهش میکنم. خدا حافظ شما. تشکر میکنم. خدا من تشکر میکنم. خدا حافظ. ممنون. خدا حافظ.